هر منطقه‌ای به تناسب محیط جغرافیایی، زبان و ادبیات دارای افسانه‌ها و داستان‌های جالبی است. از افسانه‌های گیلان می‌توان به سیاگالش اشاره نمود که در هر منطقه از گیلان با روایت‌های مختلفی از آن یاد می‌شود. سیاگالش در فرهنگ گیل و دیلم حافظ طبیعت، نگهبان چهارپایان و جنگل هاست. نام او سینه به سینه توسط مردمان گیلان از گذشته تا به امروز جاودانه مانده است. داستان سیاگالش نشانی از دامداری مردمانی است که شغل نیاکان خود را در دل جنگل ها حفظ کرده و همواره به دنبال یک لقمه نان در سخت‌ترین شرایط، در گرما و سرما در کوره‌راه‌های جنگلی و کوهستانی هستند. سیاگالش موجودی است افسانه‌ای و خیالی که در باورهای مردم گیلان به ویژه در میان دامداران جایگاه خاصی دارد. این موجود احتمالاً بازمانده اسطوره‌های کهن اقوام گیل و تالش است. در ادامه تعدادی از اعتقادات و باورهای مردم مربوط به سیاگالش رو با هم مرور می‌کنیم. سیاگالش معمولاً به شکل چوپان جوان و سیاه چرده‌ای ظاهر می‌شود. هر وقت حیوانی به ویژه گاو یا گوزن در خطر انسان قرار گیرد، سیاگالش بر آن انسان ظاهر می‌شود. سیاگالش اگر با خوشی بر کسی ظاهر شود او را خوشبخت می‌کند و اگر بر کسی خشم بگیرد او را آزار می‌دهد. کسی که سیاگالش را ببیند رمه، گاو و گوسفندانش زیاد می‌شوند. هر دام چوپانی تلف شود نشانه آن است که سیاگالش از وی رو گردانده و هرگاه بر شمار مال و رمه‌های چوپان افزوده شود آن را نشانه مهر و توجه سیاگالش می‌دانند. در همین راستا رفتارهایی است که گالش‌های شمال ایران انجام نمی‌دهند چون معتقد هستند که مورد خشم سیاگالش قرار می‌گیرند، مثل گفتن بد و بیرا به گاوی که کم شیر می‌دهد، ریختن شیر بر روی زمین یا آتش، جدا کردن گوساله تازه به دنیا آمده از مادرش، فروختن شیر و محصولات دامها در وقت شب و دادن شیر دام به سگ یا گربه. در روستاهایی که باور دارند سیاگالش نوعی جن و یا از جنس پریان است، میگویند وقتی گاو را برای چرا با طناب میبندند سیاگالش به سراغش میآید و با گشتن به دور گاو و ترساندنش سبب می شود که ریسمان به دست و پایش بپیچد. آنگاه سیاگالش گاو گرفتار در ریسمان را محکم به زمین می کوبد. در برخی روستاها باور دارند که این نوعی تنبیه برای دام خطاکار است.